ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 26-умро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 16. бале, ҳамин тавр кунед. бисёр хуб. самадхоҷа хурсанду шод аз даргоҳи қозӣ калон баромаду ба сӯи арк равон шуд. дар ин дам поезди скорӣ аз Москва ба сӯи Одесса мисли бод давида мерафт. дар вагони мулоими дараҷаи якум дар ду купеи алоҳида Аҳмад хоҷаино мерафтанд. рӯз аз ним гузашта бошад ҳам дар беруни вагон ҳаво чандон равшан набуд. абрҳои боронӣ паст фуромада тирезаҳои вагонҳоро мешустанд. صحراهای وسیع اوکراین را از نظر روندگان پنهان کرده بودند. احمدالله خواجه در کت پایان دراز کشیده شاهمادبازی حلیم جان و یک نفر مسافر دیگر را که طبیب مشهوری بیمارستان حربی ادیسه بود تماشا می کرد. حلیم جان با این شخص در راهروی وگان شناسا شده با تکلیف وی که شاهمادبازی بود به علامت ریزا جواب داد. مردی طبیب که نامش ایوان ایوانویچ برشگاف بود خرسند شد و به حجره آنها درآمد. در بازی اول حلیم جان را پسند نکرده کلانگیرانه دانه راند و یک باره مات شده ماند. ایوان ایوانویچ به چشمان خودش باور کرده نمی توانست که او را یکی از شاهمادبازهای نامی شهر ادیسه را یک جوانی سیاه چشم و سیاه ابروی آسیایی برد و آسانکک مات کند. جوانی خوب، من نامتان را زبان زد نکردم، می بخشید، گفت ایوان ایوانویچ. گویا که خریم خدجه بود. شما در شاهمادبازی خیلی ماهر کو؟ در بخارا استادهای ماهر هستند، گفت حلیم جان. شما خود را شاگرد می دانید؟ بله، من هنوز شاگردم. ایوان ایوانویچ تبسم کرد و باز به تخته دانه چید. این دفعه وی با دقت بازی کرد و حلیم جان را مات کرد. حالا آنها دفعه سیوم بازی می کردند. احمد خواجه دقت کرده ایستاده دید که حلیم جان به هجوم رفته ایستاده است و افتکار باید حریفش را مات کند. بنابراین در زیر لب غرونگاس زده گفت درنگ کن، خوب نمی شود. میلش، گفتماند حلیم جان و پس از 5 دقیقه درنگ کرده از تخت سر برداشت. ایوان ایوانویچ که قریب خود را مغلوب شده پنداشته بود یک بار خرسند شد، ولی با وجود آن حلیم جان را تحسین و آفرین گفت. خواب پدرتان برده مانده است، گفت وی. بیایید بیرون برایم، خلل ندهیم. آنها به راهروی وگان برآمده دری کوپه را آهسته پوشانیدند. پدرتان اندک ناتاب برین؟ پرسید ایوان ایوانویچ. بله، صحت نه، گفت حلیم جان. سخت بیمار شده بودند. 2-3 ماه خواب کرده حاضر صحت شدگیشان همین. به این حال این کس را کجا میبری؟ به یگان سناتوریا یا شفاخانه ادیسه؟ نه، ما به خارجه می رویم، به مکه، به زیارت خانه کعبه. عجب، گفت حیران شده ایوان ایوانویچ. به این حال عموماً سفر کردن خطرناک است، خصوصاً به مکه.
من به شما مصلحت نمی دهم دوست جوانم. بهتر پدر را به یگان شفاخانه ادیس خوابانده طبابت کنید. حج مکه گریخته نمی رود. نمی خواهد. به داروهای طبیب هندو باوری دارد. عجب، گفت باز حیران تر شده ایوان ایوانویچ. چطوری که من فهمیدم شما و پدری شما از آدمانی عادی و جهالت پرست نیستید. با وجودی دانستنی زبانی روسی و تماس کردن با مدنیت اروپا، این رفتاری پدری شما تماما نامناسب است. می دانم که هر سال از عالم مسلمانی هزارها مردم دین پرست خود را به عربستان می زند و در شرایط خیلی سخت و ناموافق آنجا مکه را زیارت می کنند. این را نیز می دانم که قسمی کلان آن حاجی ها مرگ خود را در خاک عربستان می یابند و صحت گشتگیشان هم دردمند می شوند. شما و پدرتان می بایست این را می دانستید. شما درست می گویید، گفت حلیم جان. لیکن اعتقاد و دینداری در طرفهای ما خیلی زور است و ما پیش از همه به گفته شریعت و طریقت باور می کنیم. این اعتقاد و باوری به تقدیر مسلمان ها را هر کس که باشد برعکس رفتار اروپاییان گرفته می برد. نباشد پدری مرا جاهل و خرافات پرست گفتن نشاید و نه همیشه با احکام دین رعایت می کند. لیکن در سالهای آخر که خیلی پیر شده است نیتی به مکه رفتن خیلی کلان شده ماند. شاید راضی است که به مکه رفته چون شهیدان جان سپارد. افسوس، خیلی افسوس، گفته ماند ایوان ایوانویچ. خیر، شاید سفری مکه و تغییر اقلیم فایده بخشد. شاید. از شما یک التماس، گفت ناخواست چیزی را به یاد آورده حلیم جان. اگر بیملال باشد داروهای وی میخوردگی را یک از نظر میگذرانیدید. من فرماسیوتی خوب نباشم هم میلش میبینم. در ساعت 2 روز میرزا وفا که به آنها خدمت کرده میرفت از حجره دیگر دسترخوان خوراک را گرفته آورد. حلیم جان با فرمان پدرش ایوان ایوانویچ را تکلیف کرد. در روی دسترخوان نانهای روغنی، فطیر، گوشت مرغ و گوشت یخنی، روغنی مسکه، سیب و شیرینواری ها بودند. نانت تمام نشد می آخر؟ پرسید احمد خواجه از میرزا. همین آخرینش، گفت میرزا. از وگزل خرکف نان می خریم، گفت حلیم جان. ها، نان اوکراینی با مزه می شود، گفت ایوان ایوانویچ. احمدالله خواجه قطی معجون را برآورده با کارچه دانه زردالو برینش را خاییده خورد و بعد باز چیزی دیگری را جستجو کرده خلطه داروهایش را کافتن گرفت. 2 روز باز می کاوم نمی یابم، گفت وی عصبیانه. یا در مسکو مانده آمدیم یا که در یگان جا افتاندیم. چی داده؟ حب خیلی نقص بود برای دل. طبیب از کیمچی گیاه ها چند وقت باز زور زده ساخته پیش از به سفر برآمدنمان آورده داده بود. من نخوردم که در وقتی در کاریش نرسیدن نماند، گفته. حاضر در کار شده ماند. چی؟ دلتان درد کرده ایستاده است؟ نه، اندک بی قوت شدگی برین. خیر، باکی نی. داده، به این کس داروهایتان را نشان داده یک مصلحت می گرفتید؟ راست می گویی، گفت احمدالله خواجه و بعد به ایوان ایوانویچ مراجعت کرد. مرحمت، از گوشت گیرید. افسوس که کنیک نداریم، ما قرض دار.
نه من نمی نوشم، تشکر، گفت ایوان ایوانویچ. ممکن می من این داروی شما را بینم؟ عجایب برین. این چی باشد؟ این معجون، گفت عبدالله خواجه، از عسل، از حلی طلا، مورچ، دارچین و هر خیل داروهای نباتی ساخته می شود. ایوان ایوانویچ معجون را بوید و با رخصتی صاحبش با کارچه اندک گرفته بروی زبانش گذاشت. این بد نه، خیلی خوب است. این باید داروی قوت باشد. مرحمت خوردن گیرید. رنگ و روی پژمرده بای اندکی شکفت و خرسند شد. طبیب هندو خیلی دانشمند است، گفت وی. و چنان داروهایی دارد که در اپتیکه های مسکو یافت نمی شود. شاید، گفتماند ایوان ایوانویچ و قطی را برگشته داد. افسوس که حب را در مسکو در مهمان خانه مانده آمدیم و زورترین داروهایش بود برای درد دل. می ترسم که اگر ناخواست احوالم بد شده ماند چیکار می کرده باشم؟ اولش این که احوال شما بد نمی شود، گفت ایوان ایوانویچ. رنگ رویتان بد نی. رخصت دهید نبض شما را بینم. بای دستش را دراز کرد. ایوان ایوانویچ نبض او را داشته به ساعتش نظر دوخته ایستاد و گفت: نبضتان هم خوب است. پروا نکنید، نصیب باشد به دارو احتیاج پیدا نمی شود. لیکن برای تسلی دل من به شما یک دارو می دهم. این را همین سفر از گرمانیا کافته یافته گرفتم. هر وقت که دلتان درد کند، به حال شود، یک تای این حب را به زیر زبان مانده مکید. خودش خیلی خوشبو و خوش طعم است. احمدالله خواجه با دستانی لرزان شیشه‌چه داروی قیمت بها را گرفت و نمی دانست که به دکتر با کدام زبان تشکر بیان کند. و در حقیقت هنوز چندان پیری بر جا مانده نبود. از دنیا امیدهای بسیاری داشت و از مردن می ترسید. همه کار را مانده به سفری حج رفتنی شدنش هم یک درجه برای همین است. وی فکر کرده بود که در بخارا ایستد، هزار فکر و هزار خیال، هر خیل گپ و غجاره، آدم‌های مرغوب و نامرغوب آمده دل او را بی‌ضابطه کرده ایستادنشان ممکن. اگر به مسکو رود، خواه ناخواه به کار و به جنجال سودای و تجارت قطعی شده می رود. باز آسودگی نمی شود. اگر به مکه سفر کند، هم از این سوداها خلاص می شود، هم شهرهای نو، جاهای نو را می بیند، هم فرض خدا را بجا آورده دلش آسوده می گردد. اما در مسکو فراموش شده ماندنی حب او را بازگشته بیقرار و عصبی کرده بود. خیریت که این دکتر به وی داروی از حب هم خوبتر، دارویی از گرمانیا آورده شده را تقدیم کرد. این دارو البته باید مفید و کارایی باشد، لیکن به عوض این چی دادن لازم؟ اگر پول تکلیف کند، شاید دکتر رنجد. در این دم دیده ماند که ساعت دکتر ساعت مقرری، پول کین و زنجیرش هم نقره. پس ساعت طلای خود را با زنجیری طلایش گرفته به دکتر داد. این از من به شما یادگاری، گفت وی. نه، شما به خیر، لازم نه، گفت دکتر
به طور جدی. من ساعت دارم و ساعت من کاری پاول بوری، یکی از بهترین ساعتهای دنیاست. فقط طلا. بسیار خوب، اما این از من یادگاری. گیرید. مرحمت کرده گیرید، گفت حلیم جان هم. دکتر ساعت را گرفت و از خجالت سرخ شد. خفه نشوید، گفته میگیرم. تشکر، گفت وی. پس از 2 ساعت دیگر پاییز در یکی از رزیست‌های خیلی خرد که شاید در این سال و ماه‌ها در آنجا حتی قطارهای بارکشانی هم نایستاده باشند توقف کرد. خدمتگاری وگان خبر آورد که در پیش در نیمی راهی بین استانسیای دیگر 2 پاییز به هم دکه خورده فلاکتی سخت و حادثه ناگواری واقع گردیده و بنابراین پاییز در اینجا کمش 20 ساعت می ایستد. این هم بخت ما، گفت احمد خواجه. خیر میلش، خانه ما را گرم کند، آبی جوش یافته دهد شدگیش. ما میرزا خوراکی داریم تا یک روزی دیگر می رسیدگیست کو؟ نان تمام شد، گفت میرزا. همه امید ما به خرکف بود. خرکف؟ خرکف پگاه شب می شود، گفت حلیم جان. اما شاید در همین استانسیه هم نان یافت شود. ما خبر می گیریم داده جان. میلش تاریک نشده رفته بیاییتان، گفت احمدالله خواجه و از جایش برخاسته نشست و به چشمش عینک مانده قطی داروی دکتر دادگی را به دست گرفت. در پایانی وگان در گرد و اطراف یگانه خانه چوبینی رضیه است 3-4 نفری دیگر مثل آنها نان جسته می گشتند. یکی از باشندگان آنجا به سؤال آنها گفت که نانی زیادتی ندارد. نباشد ما چیکار کنیم؟ گفت یک مردی روس با واهمه. بچه ها گرسنه؟ من هیچ کار کرده نمی توانم. این ایستاده ماندن پاییزدی سکاری ناگهانی شد. با خودتان نان و خوراکی را از کجا می گیرید؟ ما از قشلاق. واقعا شما هم به قشلاق رفته نان گرفته می توانید. وقت هست، پاییز در اینجا تمام شب باید ایستد. کدام قشلاق؟ قشلاق دور نی، هو انا از دور نموده ایستاده است. پس از این صحبت 3-4 نفر از آنهایی که در طلب نان می گشتند قرار دادند که به قشلاق نانخری روند. باران مانده بود. هوا گشاده می شد. حلیم جان با میرزا مشورت کرده با 5 نفر از مسافران به سوی قشلاق روان شدند. قشلاق از دور می نموده باشد هم چندان نزدیک نبوده است. آنها از بلندی و پستی های بسیاری گذشته نهایت به دیه رسیدند. در دمگه آن بروی چوبهای بسیاری که برای کدام یک عمارت آورانیده شده باشد 3-4 نفر از اهل قشلاق نشسته دورنمای پاییزدی سکاری را تماشا می کردند. از پاییزد آمدگان به آنها سلام دادند و گفتند که ناآمدی شد و پاییزد آنها در اینجا ایستاده ماند تا پگاه به خوردن نان ندارند. اگر ممکن باشد به آنها به پول کمتر نان دهند. باشندگان قشلاق از این سخن حیران ماندند و بر روی همدیگر نگاه کردند. حیران نشوید، گفت حلیم جان با آنها. هر چی قدر خواهید ما پول می دهیم و ما نان دهید. نان می دهیم، گفت یکی از دهقانان، لیکن به پول فروخته شدن نان را من اکنون می فهمم. یکی از موسفیدان قشلاق خندید. تو میکاله بسیار چیزها را نمی دانی، گفت وی. در شهرها نان را هم آب را هم خریده می فروشند. اگر پول نداشته باشی هیچ کس به تو یک لب نان نمی دهد. آب را چطور می فروشند؟ پرسید یک جوان. آب را به بوتیلکه ها انداخته می فروشند. عجایب، گفت میکاله.
و از آنجا برخاسته به خانه‌اش در آمد و 3 بوخن که نانی نو از تنور برآمده را برآورده داد و پول نگرفت. دهقانی دیگر هم اینچنین 3 بوخنکه دیگر نان آورده داد و موسفید به آمدگان شرح داده گفت که تشویش کشیده به کیسه هایشان دست نه اندازند. مردم اینجا به پول نان نمی فروشند. این گناه است. وقتی که حلیم جان خواجه و میرزا وفا به استانسیه رسیدند، هوا تاریک شده بود و دیدند که احمدالله خواجه خودش بیرون برآمده با تشویش به هر سو دویده گشته است. این را دید و هوش از سر حلیم جان پرید. دادا، شما چی کار کرده گشتی؟ ای آمدی می بلات گیرم، گفت موی سفید. چشمش چراغ بر این روشن گشته. من قریب دیوانه شده بودم. برای چی اینقدر بی صبری؟ من تنها نبودم کو؟ آنها زود به وگان در آمدند. حلیم جان پدرش را به جاگاهش خوابانید، به وی چای گرم نوشانید، داروهایش را داد، از مقرری بسیارتر معجون داد و بعد اندک آسود. دکتر در کجا بود؟ نخواد که ماند شما بی پوستین بیرون برایید؟ وی خوابیده است مگر در راه رو ننمود. خیر خودتان نفر آمده خدمتگاری وگان را می فرمودید. دلم قبول نکرد. کسل شوید چی می شود؟ هیچ باکی نی. تو صحت سلامت آمدی همه غم و غصه ها تمام شدند. یک روز بینان شینیم هیچ باکی نبود. من زود رسیده می آیم گفته گمان کرده بودم. روزی دیگر احمدالله خواجه تب برآورده بود. در ادیس دکتر به خانه خودش نرفته بیمار را به شفاخانهش برده به حجره مخصوص جایگیر کنانید و به معالجه سر کرد. احوال موسفید خوب نی، گفت بیرون برآمده دکتر به حلیم جان. شما به هر احتمال مهیا باشید دوستی جوانی من. ها کاری خوب نشد. در چشمانی سیاهی حلیم جان اشک چرخ زد. در حولی کلان ماتم برپا شده بود. از حولی درون آوازی گریه زنان بلند بود. در حولی بیرون پسی هم دیگر فاتحه خوانها می آمدند. قاری ها، ملاها قرآن می خواندند. بعد آمین گفته می رفتند. یک قسم یار و دوست های نزدیک در روی حولی یا که در طی ساباتی پیشی دروازه صمد خواجه یا که حمید خان را دیده می گریستند و با آنها هماغوش شده آواز ناله را بلند می کردند. وا پدرم، وا جان و جگرم، وا پشت و پناهم. بعضی ها از صمد خواجه می پرسیدند آوردن نی؟ نی، پگاه می رسم. کی آورده ایستاده است؟ از اینجا آدم رفت؟ نه، خودی حلیم جان وگانی مخصوص گرفته آورده ایستاده است. من تلگرام داده بودم. یار و آشناها به وی یاری دادند. که جنازه خواندنی شدیتان؟ اگر پگاه رسند روزی جمعه می براریم. خیر، سلامت باشید. همین طور هنوز جسدی بیجانی احمد خواجه نارسیده در حولی کلان همهمه برپا گشته بود. صمد خواجه در خود نبود. وی اکنون از قرضخواهان نمی ترسید. وی در حقیقت از دل و جان خدمت کرده همه رسم و رسوم عزاداری را به جا می آورد و از مانده شوی ابا نمی کرد. باوری داشت که این شبها آسوده خواب می کند.
روز دیگر با تنتنه و دبدبه زیاد آدمی بسیاری به کاگان و به وگزلچه بخارا برآمده مرده را پیشواز گرفتند. روز جمعه به جنازه احمد خواجه خود قاضی کلان، رئیس کلان، شیخ الاسلام اعلم و مفتی های بسیاری آمدند. در صحن وسیع مسجد دیوان بیگی چنان آدمی بسیاری جمع شده بود که اگر سوزن پرتایید راست می ایستاد. از 20 و 40 که در همه این موردها صمد خواجه به یک پا راست می ایستاد و مرده‌داری می کرد، مسئله ترکه میراث به میان آمد. از قاضی خانه آدم آمده صمد خواجه، حلیم جان، علیم جان، حمید خان و باز دیگر نزدیکان و میراث خوران را به قاضی خانه دعوت کرد. در آنجا قاضی کلان محضری از طرف رئیس و مفتی کلانی بخارا نوشته تیار کرده شده را خوانده داد که به فرمان شریعت و تصدیق جناب عالی تا به وای رسیدن فرزندان مرحوم مال و دولت او ترکه نمی شود و همه چیزها، حولیها، باغها، زمینها، سرایها، دوکانها و غیره و هاکذا به اختیاری وسیع شرعی برادری مرحوم ملا صمد خواجه می گذرد. از این قرار پیش از همه حلیم جان ناراضگی خود را بیان کرد. بای بچه هنوز به سن رشد نرسیدند، گفتند به وی. زمین سخت بود، آسمان بلند. کریم هنوز دیل را خوانده به آخر نرسانیده بود که رئیس چکه امینف برگشته آمد. ها کریم، گفت وی، خوانده شدی؟ قریب، گفت کریم، نخواد که همین صمد خواجه ملعون شرم نکرده باز به اداره حکومت شورایی از بالای حلیم جان عریضه می نویسد. بله، شرم نکرده. گمان می کند که ما هم مثل قشبیگی و قاضی و رئیس بخارا به طرف وی گذشته از دست حلیم جان و دیگران مالی ترکه شده را گرفته به وی می دهیم. دولت احمد خواجه آخر ترکه شد. بعد از 2-3 سال با یاری ادوکت های روس و کانسل خانه روس حلیم جان موفق می شود که مالی پدرش را به بین میراث خوران بسیاری 4 پسر، دختر، زن، خواهر و هاکذا ترکه کند. لیکن در سالهای انقلاب از بس که حلیم جان به فرقه جوان بخارایی ها اعضا بود، مجبور شد که از بحر مال و دولت گذشته مهاجرت کند و بسیاری دولتش را برباد دهد. هر چیزی که باقی مانده بود در راه انقلاب صرف کرد. به انقلاب خیانت نکرد. بنابراین میگویم که حلیم جان بر اینها را از صمد خواجه بر اینها فرق کرده توانستند لازم، هرچند که آنها عمک و جیان هستند. صمد خواجه چی شد؟ در بازاری کهنه فروشی لته پته فروخته مردم را فریب داده می گردد. همین بازارها را بستن لازم. وقت می رسد می بندیم. حالا صمد خواجه بر اینها لته پته های خود را برآوردن گیرند. شنوندگان عزیز، شما گفتار 26 را از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.